در اینجا مدل داریم و از اینجا میپرسد که جمع ریشه رو یابیم. شکلی که میبینین این ضرب شوی دو قوس است، یعنی مدل کвадрати است. چه کار میکنیم این نمونه سوال ها رو؟ این نمونه سوال به ازای کار کردن یک نمونه روی کار کنیم مدل های کвадрати است. همون رو گویم x جمع 1 x minus 6 برابر 9. چون که وقت قوس رو میکشم این به چی برابر میشد؟ x کвадрат minus 5x minus 6 برابر میشد. یعنی بعد از اینجا دیسکریمینانت رو یافته کار کرده من x رو میگم. لیکن وقتی که من با قوس ها اگر ifade کвадрати رو با قوس ها جدا کردم ریشه ها رو هم یافتم. این یک نمونه روحی آسان است. لیکن نه همه مدل کвадрати به قوس ها جدا کرده میشد. اگر کرده شوند ریشه ها رو یافتن آسان تر است. یعنی دیسکریمینانت استفاده بردن شرط نیست. یعنی این چی معنی دارد؟ دو قوس دارم 0 است. یعنی دو عدد ضرب اینا کی 0 میشه؟ یکی از آنها 0 باید باشد. یا این 0 میشود یا اینکه این به 0 برابر است. یعنی اگر x جمع 1 برابر 0 شود x برابر چند میشود؟ مینوس 1. یعنی اگر x ما مینوس 1 شود ifade من به 0 برابر میشود. یا اینکه اگر x مینوس 6 به 0 برابر شد x برابر 6 است. یعنی x اگر 6 شود ifade من به 0 برابر میشود. از اینجا چی یافتیم؟ دو جوابی x برابر مینوس 1 x برابر 6. وقتی شما با دیسکریمینانت هم کار کنید شما همین دو ریشه رو مییابید. و از اینجا چی میگویم؟ جمع این ریشه رو یابید x1 گویم x1 و x2 جمع ریشه x1 جمع x2 و چی برابر میشود؟ یعنی مینوس 1 جمع 6 برابر میشود به 5.